به نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما بینندگان عزیز کانال زیبایی‌های افغانستان. خوشحالیم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب نازنین، امروز آمدیم به مکانی که یک 2 سال پیشتر این مکان زلزله زده بود و بالاخره حال میریم یک احوال از این مردم بگیریم که سعی کنیم. همین مردم خونه‌های اینا همه کلا تخریب شد، اوار شد. کس به اینا کمک بکرده، خونه به اینا جور کرده یا خیر. از شما خواهشمندیم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. به خدمت شما هستیم. ما به منطقه چاهک آمدیم، مربوط به ولسوالی زنده جونه. همراه ما باشیم، به خدمت شما هستیم. بینندگان عزیز، بازم یک سلام خدمت شما دارم. طوری که پیشتر گفتیم آمدیم به زی قشلاق‌های دور افتاده که مربوط به ولسوالی زنده جون میشه که 1 سال 1.5 سال پیش تمام مردم افغانستان شیک جهان خبر شد که بسیار یک زلزله وحشتناک به این جگاه شد و خب بازم بعضی چیزا خیر پیش شد. انشالله در کنار حاجی ماما هستیم که ما امروز بیامدیم بعد از 1 سال 1.5 سال یا کمتر یا بیشتر که یک احوال دوباره از این مردم بگیریم. سعی کنیم. خونه از اینا تخریب شده بود، خونه از اینا اوار شده بود. سعی کنیم به اینا تاجر صاحبا، آدمای خیر به این مردم خدمت بکردم، به این مردم کمک کردم، به اینا خونه بساختم یا خود از اینا همون خونه خود پس ساختم. در کنار حاجی ماما هستین که خود معرفی میکنم. کاکا جان مونده نباشین. سلامت باشین. اول شما خوبه؟ سلامت باشیم. شما مونده نباشین. اول کاکا اسم شریف خود بگین. محمد. خب کاکا جان از این چاهکیم دیگه. بله. اصلی خب. اصلی از چاهک. خب کاکا جان از او وقت به حاله به شما خونه تیار کردم. بله خونه تیار کرده. خب کی تیار کرده برای شما؟ مجلسا تیار کرده. خب از خارجی برای خارج. خب بسیار خوب. به هر نفر شما؟ بله خانواده یک خونه پخته تیار کرده. خب بسیار خوب. کاکا همه چیز آماده تمام میشینیم؟ یا شش میشینیم. خب چی مدت طول کشید که خونه ساخته شد؟ دو ماه طول کشید. 2 ماه. خب همین 2 ماه شما کجا میشیشتیم؟ چادر؟ دیگه خونه پلپوش بود. خب مثل یک بیامد خونه پلپوش ما مزر. خب آخینا که پخته؟ نه یک مثل اول بیامد. اول به شما موقتی تیار کرد. خب بسیار خوب. کاکا جان حساب کمک دیگه هم چیزی بکردم برای شما؟ تابال نموده. همون که بیامد کمک کرد دیگه کمک ها قصد دیگه نموده. خب حساسی که انشالله جور کردم. خونه حساسی خوب راحت شدیم فکر کنم. راحت شدیم. خب کاکا جان اینجور چرا چاهک میگم؟ نامده چاهک میفهمی؟ البته چا داشته. چا داشته همی کوری زمان هستم اینجا. خب به مو خاطر چاهک گذاشتم. خب چند سال کاکا این چاهک تاریخ داره؟ تاریخ دیگه بخورم و دست مولدم هم باشه.
شما نمیفهمین. نه دیگه ما خود بدن دیگه ببین. خب شما چند ساله این کاکا؟ ما شاید 60 باشه نمیشه. 60. بسیار خوب. اینا چه کاری شما نه؟ اینا پسرمون بچه پسرمون. خب این دکونک شما نه؟ نه از این بچه دیگه برش. از اونایی که ببینید. خب شما مشترین؟ ها ما میریم چیز میریم. خب خیلی دکون جالبیه که چوب و تخته تیار کردیم. بسیار خوب کاکا، خوشحال شدیم خیر دیدن شما. تشکر از شما، لطف کردیم. شما تشکر. تشکر. بینندای عزیز، انشالله جا برابر این مکان. خدا خیر بده برادرایی که به مردم کمک کردم. خدا کنه که همیشه برای این شخصا کمک کنم. همراه ما باشیم، به خدمت شما هستیم. دوستای نازنین بازم خوش آمدیم. ما داخل همین قشلاق چاهک هستیم. قشلاق چاهک اینجا که هست بیشتر مردم که هستن بم کوه و بر برد کار غریبی و برد گسپنده و مشکلات ها اینا هم نفوس اینجا هست زیاد، منتها فعلا حضور ندارم جوانا و مسافدا. درست؟ فعلا کمتره. خب بعضا دوستا هستم کنار ما که خود معرفی میکنم، مونده نباشیم. جور باش، سلامت. اول خوبه؟ شکر الحمدلله، سلامت. سلامت باشیم. اسم شریف خود؟ زین الدین. خب از اینجیم؟ از اینجا. چیکار میکنیم؟ ما شغل مالداری داریم اینجا دیگه. حالا فعلا که کلا مردم یاری برفت دنبال گوسفندا دیگه. ما چند تا اینجا بمونیم واسه سرها و خونه ها اینجا مونیم. از این واسطه ما. بسیار خوب. خونم به شما تیار بکنم؟ خونم تیار کرده با ما. مشکل شما حل شد ان شاء الله. مشکل حساب خونه حل شده فضل خدا الحمدلله حل شده. خب از شما هیچ چی از اینه نگرفتم؟ نه نگرفت. یک گریپی هم هیچ چی نگرفت. اصلا کارگری مادام بوده. خب چند وقت میشه که خونه تکمیل شده میشینیم؟ خونه یک سال میشه. یک سال میشه. خب چای چیزی هم بکندم ولی شما چای نکنده؟ نه یک دونه بکنده. حالا ما تقریبا اینجا 200 300 خونه ای. خب این 5 6 تا چای که بکنده با ما چیزی نیست دیگه. چای به هر 50 60 خونه یک چا میرسه. یک چا چیزی نیست دیگه. چا زیادی تو نکنده که چا نه یک دونه چا نکنده که من نه چا نلکشی نی نلکشی نی چا بمب فقط بر 40 50 خونه یک چا بمب داره. با چا بزاب روزی که ما روز اول که اینجا خدا نشون نده زلزله شد، ما این مسجد بیامدیم که این مسجد کلونی بود، هی میلون بید و بالاخره شما هم شروع کرده بودیم به وا کردن که نصف دیگه هم وا کنیم و تخریب شه کلا که بار انتقال دی بود دوباره جور کنیم. فکر کنم که دوباره جور کرد. بله همو تاجرای یک تاجر به جور کرد. بله خدا خیر بده. بسیار خوب. این بارم زیاد خونه جور کردن، درسته؟ بله تقریبا 200 خونه از این خونه پخته جور کرد. 200 خونه 200 خونه همه چیز خود مکمل داره. خونه ها نه دیگه، فقط خونه ها ساده دیگه، چیز نداره دیگه. حموم نداره. حموم نداره. تیار نکرده. نه حموم توش تیار نکرده. فقط یک خونه واسه دو تا اتاق. یک دهلیز نمونه. یک دهلیز و دو اتاق. بله. آشپزخونه تیار کرده؟ نه آشپزخونه هم نداره. آشپزخونه هم تیار نکرده. نه. خب بازم خیر بینم. خیر بینم. تشکر از شما. خیر بینیم.
دوستای نازنین بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. ما جای آمدیم که اینجا شروع کردم آباد کردم، با لالا خراب میکنم. مانده نباشیم، یک دقیقه بیاییم اینجا. مانده نباشیم پیش بیاییم اینجا. پیش بیاییم بشینیم یک دقیقه. بشینیم یک دقیقه. صحتمندیم؟ شکر الحمدلله. اول خوبه؟ شکر. رو خود بعد کامره ما کنیم. خب کامرا. اسم خودم بگیم بابا. اسم نعیمه. خب امیدی مانیم پس. بله. خب لالا چرا این خونه خراب میکنی شما؟ این خونه گوسپندی خیلی بعضا به ماروش اوچک میکنه. برای تو زمستون نشده. زمستون نشه تا تیار کنه زمستون میشه. خب روی رو خراب نکنی، رو ور ندانه سقفیون بگیری کاگل کنی. کاغل هم میکنه میچک باید اکم بالا کشیم بالا. به خاطر که تایه. خاطر تای. خب اینجا دو خونه معلوم میشی نه شما نه؟ اینا از ما بله. خب اینا رو برای شما مردم کمک کردن. اینا مسیسو کمک کرد. این خب پی. چند وقت میشه؟ 3 سال میشه. 3 سال از اون وقت زلزله؟ دیگه 3 سال میشه. از اون وقت 3 سال شو؟ دیگه. 3 سال میشه. 3 سال میشه دیگه. راست میگی. پس راحت شدیم دیگه. دیگه خیر بین. خوب چون خونه جالبی هم خونه خوب خیر بین. راضی هستی؟ روزی موضوع شما هم روزی. تشکر از شما، لطف کردید. خیر بینید. شما کمک کنم خود شما. نه سلامت باش. زنده باش. شما میخوریم به خدمت هست. خیر بینید. بیننده‌های عزیز، ما به کنار خونه‌ای که خیر ببینم برادرایی که به اینجا زحمت کشیدم و برای اینا یک کلبه غریبی جور کردم. بسیار میتونه خونه اساس مرتب به رقم و سیستم خونه معلوم میشه که واقعا این دفعه اساسی تیار کردم و این مردم راحت کردم و بالاخره خیر ببینم. کاکا بله به منطقه چاهک بله خونهایی که به شما نو جور کردن حدوداً چند دونه میشه؟ شاید 200 و 170 تا میشه. خب کاکا کل نفوس می چاهک چی گذاره؟ 500 نفوس. خب بعض خونه اینا خراب نشده؟ خراب شده، تیار نکردم. چرا؟ گفتم دیگه جور نماده، دولت نداد به همین فامیلی، حساب کو فامیلی داد به همین مجراتایی که اوریسی کرد بزدن نداد خونه. یعنی به بچه ها شما ندادن خونه تیار نکردن؟ نه. خب بازم خیر بینم همین زحمتی که بکشیدم. اگه که شما مردم ضعیف هم هستیم به زیر مکان. کاکا من همین منطقه شما کمکی تا دشت و کوه خشکه. نه. شما اینجا چه کار میکنیم؟ مالداری اگر داریم همین حیوانات کجا میبریم؟ حیوانات بایغس میبریم، با بایغس که بشد پس همین زمینای دیگه با کو میدیم به خونه میکنیم تو. خب از اینجا این به بایغس میدیم؟ بایغس علفچر میدیم بایغس. خب چند دونه گوسفند داره کاکا؟ هر کدوم 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا هر کدوم به خود وضعیت خوده. خب مالداری چیز اینجا کشاورزی فکر نکنم نداره. نه نمیشه. نه کارید ما تخریبه. او هم نیه. نه. خب او کنتینرها چیه کاکا؟ امو کلون اونا ای بر همو کنست که از دولت مسیسه. اونا از اونایه. خب این ماچ جامعه که به شما جور کرده. این ماچ جامعه جور کرده. خب او چیه کاکا؟ او کلینیکه. کلینیک به اینجا جور کردم جور کرده. خب خوبه دیگه راحت شده. آره فلان کو دکترو نیه. خب میایم ان شاء الله. خب کاکا دیگه بی غیر از خونه شما دیگه به شما چی جور کردن؟ دیگه چی تیار کرده؟ فقط این خونه ها تنها. دو خونه و یک دهلیز. چلتر نمی چلتر دو اول سابق رو تیار کرده. بفهمیدی؟ اینا هم پول دادا مردم بخاطر تیار کرد. اینا هم خونه نشیمنده. اول زنجله همینا بود.
موقتی موقتی بود با تا این خون هاتیش منتها خوب خونه‌های اساس جور کردن به خوبی و خوشی میجگاه کاکا زندگی کنیم. اینا سلامت باشیم. تشکر. بیاین که خود شما استاسته بریم جا دیگه هم بریم. همراه ما باشیم. بیننده‌های عزیز به خدمت شما هستیم. لالا مونده نباشیم. سلامت باشیم. اول خوبه؟ شکر. سلامت باشیم. اسم خودم بگی. عید محمد از غیر اجایت. خب چیکار میکنی؟ بیکار به خونه نشستم. خب بیکار میشه. چیکار کنم دیگه؟ کاربار نیست. یک شغل چیزی بلد نیم. بلد هستن شغل کار نیست اینجا. چی بلدیم چی کاره؟ هر کار باشن کار میکنن شغل. نه خب دیگه کو جدای همین شغل که شما بلدیم چیه؟ شغل مثلا برنایی برقی لوله کشی. بله برنایی. برنایی. برنایی چی بلدیم؟ سیمان زنی داچینی هرچه باشه. خب بسیار خوب. کجا یاد گرفتیم؟ به اینجا یا به ایران؟ به ایران یاد گرفته. خب تا شما دیگه بیکاری به این منطقه؟ بیکارم راستشون اینجا بیکار. خود چرا به شهری بر نمیره؟ کار نیست کاروبارم خریده. چند وقت بیکاری؟ 3-4 ماه میشن. 3-4 ماه. خب متعلم یا خونه دار؟ نمزاد دارم. نمزاد دارم. چند پیشکش شما؟ 5.5 لک. چند تاله 5.5 لک بدادیم؟ 2 لک داریم لک بدادیم. خب بسیار خوب. درس هم بخوندیم؟ بله. تا صنف چند؟ تا صنف 8 و 9 چرا ادامه ندادیم؟ دیگه کاروبار نبود دیگه. واسه اقتصاد ضعیف. بله اقتصاد خب. ضعیف. با شما هم خونه کمک بکردن که تیار کنم برای شما خونه؟ پیار اونا کمک کردم ولی ماما نه. چرا شما پیار خود جداییم؟ نه دیگه با پیار خونیم با مجردا خونه نمیدادم. خب دیگه همون فامیل شما نه دیگه. ایتا نمیشه اگه حساب کنیم بعد خونه مال 10 تا بچی خورده مثلا جوانه نمیشه که بر شخص خونه بدن درسته؟ و همون فامیل میدن دیگه. شما 10 نفریم 15 نفریم مهم پدر شما نه که با پدر شما یک خونه تیار کردم اما شما زندگی میکنید. صحیح دیگه. چند مجردم دیگه خونه بکار دارم. دیگه چند فیصد راضیم که برای شما میتونم خدمت کردم کمک کردم؟ 100%. تشکر از شما. لطف باشین. کردید. خیر بید. قربان شما. بازم خوش آمدیم. جا شما بسیار سبز باشه. آمدیم به داخل یک دکونک کاگیلی. سقفی هم از چوب و دیگه کاگل. جوانا و مستفیدا همینجا جمع هم و بالاخره سودا هم فکر کنم هیچی که کمیت سودا هم محلیه دیگه درسته؟ سودا نیه دیگه روز 200-300 اگه سوداش. خب 200-300 بله ها دیگه. چه دیتا کمه کاکا؟ خب اختصاص مردم پایینه. مردم فلجه. سالا گندم یا
ایران ایتو شد، افغانستان ایتو بدبختی. و رو 200-300 هم بشه خیلی 200 تا دیکون بیشتر نمیشه سودا. مردم هم فلاش چیز ندارن، مثل من هم برو آتیشه در به در او خوردنی اونو ندارن که بخورم. مثلا با سودا به چی میشه دیگه؟ سودا یک کشت کار نداریم، گوسفنداری ایتو فلاش شد چند سال میشه. مثل من ها ما که دامداری داشتیم، دامداری هم والا فلاش شد، چیز نمونده. مصرف شد خیلی شد. خونه دهتا هم که داره طلب کاوجو بخیر به شکم همونا بکنی. ایران هم خدای تو به سر مردم قطع کرد. افغانستان بدبخت از بیشتر چی باشه؟ در به در گور به گور جوانا زناشو بمونده، همه پول نیه که مقصد اوریسی خور بکنه، همه در به در گور به گوره. خب خدا کریمه انشالله، خدای پاک مشکل بیشک تمام مسلمان حل کنه. کریم که هست، کشور که اتصاف نداشته باشه، همین تو بازدبی در به در باشه، خداوند تعالی از هوا کنه نمیندازونه. باید کشور ما یک رقم باشه که دست خوبلی مردم سایه کنه، خدی مردم کمک کنه. اقتصاد مردم هم برای پایین رفت. کاری ما داریم مخروبه که 3 سال میشه که زلزله شده، کسی ولی دور نخورده طرف دولت یا طرف سازمان یا دیگه، همه متحیرون و لالوونیم ما مردم. خونالی تو چیزی هست کاکا که پزی وطن ما و شما خو یک کمی منطقه شما می قشلاق شما نیه نه که مثلا همه توجه کنم یا دولت یا تاجرها توجه کنم این زودی بگیرم شروع کنم بسازم. بله ما و شما همه جا می پریشونی به هر جا، به شهر، به ده، به قشلاق، به کوه، به دشت، همه جا داریم. خب کاکا بله هر روزی که مردم برای شما کمک کردم بله خونه ساختم، بله درسته؟ ها بله یا 200 تا یا بیشتر یا کمتر خیر ببینم. ها خیر بینم. هر مسلمانی که به زندگاه یک قدم بگدشتم خیر بینم. خداوند اونا رو عزت بده. الهی آمین. حساب کمک مالی هم دیگه تا حال از امون روز حادثه ایت شده باشه کاکا که آماده باشم. آدمای خیر داریم بله به کشورها خارج هم اگر هستم امکان داره که یک مسلمان دلسوزی پیدا شده باشه، خدا واسه برای شما یک کمک چیزی کرده باشم. رد نه از زلزله پس 2 سال میشه که ما آدمی ندیدیم که این بر دور خوره، چی تجار باشه، چی خارجی باشه، چی داخلی باشه، اصلا هیچ چی. 2 سال میشه که از زلزله بیبر ما چیزی ندیدیم. خب فقط همین خونار تیار کرد، فقط این خونهار تیار کرد. این مسیسا که بکنه این مسیسا دارم ما چون چی رقم شدم تو که خیلی شد. 2 سال میشه که دور نمیخوریم بر کوریزم مخریب و پرتو آب شمیدنی نیه. بعد 20 خونه یک چا پمپاس اینا خراب میشه، کسی نیست که درست بکنه. خب خوبه دیگه کاکا جان دیگه همینا رو برای شما رایگان جور کردن، درسته؟ ها رایگان کردم. بله همینا کسی از شما داری پیازینه نگرفته؟ نه کسی بازم خیر نه ببینم. خیر ببینم. بله ها خیر ببینم. نمیگین خیر نمیگین، خیر ببینم. میگم نمیگین خیر. کاکا خب خیر باشه، خدای پاک برای شما کمک کنه که دستی از هم بالاتره. الهی آمین. خدای پاک میکنه ملت هم باید باشه. خدای پاک به دروغ نمیده. تو میتوشون چی شد یک پلشو و ترس میده تو من یارم. حوالی خدا نباشه نمیشه. آقا تو حوالی خدا نباشه، ملت نباشه، کشور نباشه، علیکی کنیم تو بیا تیم دیکون بشینی. ما تو خدا مرا میروان نکنم، تو خواهد میاد دان تو میره. خدا مهربانه بیشتر. خدا خو بیشتر میروان. حوالا ما یا حوالا شه. خب گردن بند باشه بینندای عزیز. خب بله یک شعری بود، شعر مال به دل می بود، با یاد ما بره بیاد خیار که بگی مگه که من میگفتم باشه شعر که یاد ما بره باشه گپ بگم. درسته؟ همین دیگه از دیات برای شیرات شو تمو شو بته تلویزیون البدا میکش حالا بر رقم کاکا معلوم میشه. خب بر رقم کاکا معلوم میشه که کاکا به نیت ازی هستن که تا زنده باشن خرج اینا دیگه کس بده. نه تو چی دیگه خدا درخواست میکنی. کم نکنه کاکا، خدا درخواست میکنی. خدا به شما بده. کاکا جو دکونه شما نه از این دو مد منه از اینایه او عبدالرحمن. خب حالا ما به اینا چی بگم که هر چی دلتون به سر خرمن سودا میدین که اینا چیزی ندارن که به سر خرمن بدن، درسته؟ اگه بگم به نسیه میدیم، شما کاکا گفتیم 300 سودا میکنیم. بعضی 300 چیه که بگم نسیه بده؟ یعنی خود شما واقعیت همه دکونه شما خود شما دکونه چی شما نام میگم دیگه، شما که به زی تیپ شما نمیخوره که بیایم اینجا به 300 تا شما، درسته؟ درست خیلی. خب شما کمک که بر باب صاحبا میخورید؟ نه ما ارباب نیم، برای ما اربابه بچه ما نمانده.
خب مثلا اگر رسیفتا هم نمونده خود من نی اربابم نیم نمونده نیم شکر احتیاجی دارم من نمایندگی نیم شکر احتیاجی دارم به اربابی هم تو جانم بیغم باشه بی درد باشه وقتم خوش خیلی رفیقا باشه همین من کافی هم اربابی هم رئیسی هم پاشه‌ای دقیقا نه خاطر من منظور من از تیپ شما بود وکیل صاحبا و ارباب صاحبا همین تیپ میزنم درسته چند وقت میشه خوش داریم که لنگی بگذاریم ما 52 سال عمر من از 52 سال 10 سال از نافهمی من بفهمید یا بیلغی من دیگه بدی بر ما میگم 52 ایم چرا مستفید نشدیم ما چرت نمیدانم جوش نمیدانم راست جوش دینیار نمیدانم چرت دینیار نمیدانم میگم خدا صبر شکر دارم بیغم باشم من کافیه شکر بچه شما نه بله چند تا مادر داره یک مادر دارم دقیقا اقل یک مادر دیگه مدل شما چون جوانه همه تیپ شما جرات نمیکنه خب 20 درصد بگین دختر من اصول اون که زن کنه راست میگین دومان چهار برابر از بیشتر قیافه دارو بله کاکا خود شما چند خانم گرفتید ما یک خانم دارم خب چند ساله این کاکا خود ما 67 بله شما یعنی از دومات خو 17 سال کلانتره ها دیگه بیشتر دیگه شما از 80 نام خدا ما بالا نشد نمیشه دیگه یک بردو ما رو نوشته نکنید کاکا جان سعی کنین کاکا از دومات خود چند پیشکش گرفتین 4 جایزه بدادیم شما مردم فکر کنم این جایزه شما کمک چیزا با ارزشیه ما چون قلین دستی میدیم و گلیم میدیم ما چون چی میدیم همون رسم و رواج هست بله خب بله عروسی ها چند وقت میشه کاکا که یا به ختم قرآن یا به عروسی که شما دست خود به کاسه شوروا تا نکردیم از زمان که جمهوریت ها شده می کشور انقلاب کنه شده عروسی خود ما به شورواگول بود شورواگول که میفهمی گوشت و گوسفند که بوده بسیار با ترتیب دیگه به بند سوزک عروسی خود مر کرده بند سوزک بلدی به اون بند سوزک نمیری به تماشا انا همون عروسی همین اجاقا رو همون جگاه کرده به گوشت و گوسفند شورواگول 20 سال میشه شوروا نخوردیم به منطقه خو شوروا که بخوردیم نه برنجک ها نیمه میای هم سرطان کرده کچولی میاره به بردستی 2 تا بلگ سوزی میاره علف آدم علف خوردن چی منو سوزیار بگم خب خوشحال شدیم خدای پاک کاروبار شما رونق بده به دکون شما برکت بده که همیشه جور باشیم بازم تشکری میکنیم از اون مردم از اون شخصایی که به این مردم مستضعف حداقل یک کلبگک غریبی جور کردم که بتونم مشکلات زندگی خود رفع کنم بیشتر وقت شما و بینندار نمیگیریم ما از حضور شما رخصت میشیم کاکا میریم باشه چای مای بیاره چای بیاره برو نه چای کنه میخوریم غروت نون غروتی باش متیر قربان شما خودت چی دیگه حال که ما این بیلوشیم بریم حال شما بابا ما بگید چای بیاره چرا از صبح نآورده چما ایرتی ولی خو نه ما مردم نیست مردم دیکون که سودا میریم دیکون دارو میگه بیایم جگو چای یک پیاله چای میاره و یک ما 2 ماه که تیز خو مخم بشیم به خیلیت فروش چای میخوریم اجی دوستای نازنین خونهایی که شما مشاهده میکنین که اینجا بساختم و بالاخره این مردم حال از اینجا زندگی میکنه از اون خونه گلی هم فکر کنم استفاده میکنیم خونه از اونها میشینیم خونه گلی نه شیشتن نمیشینیم فقط دو خونه استفاده برای آشپزخونه خب حال چیزی بسیار خوبه اینا این تاثیرها گفته میشه دیگه او دیگه تاثیرهای خب برابر ساختم خب حدودا
و می منطقه شما چند دونه خونه ساختن برای شما؟ 200 تا 200 دونه. خب این چی همو طبعا اون مدرسه مکتب هم ساختن. مدرسه مکتب نساخت مدرسه مدرسه چیزه. خب مسجد جمعه هم اونا ساختن. مسجد جمعه رو اونا ساخت. شما قبلا نداشتیم این مسجد، درسته؟ این مسجد نداشته، نه مسجد خب داشته گیلی بده. خب چه زن نفوس به منطقه نایب رفیع زندگی میکنه؟ اینجا دیگه نفوسی خیلی های حدوداً شاید 1300 400 باشه. 1300 400 نفر. چه کار میکنیم شما؟ چی مصروفیت داریم؟ مصروفیت مهمینه دیگه، اینجا زندگی میکنه، یک کشت کار داره میکنه دیگه، یک غریبی. مالداری هم داریم؟ مالداری هم داره. چند دونه گوسفند داریم؟ مالداری دیگه یک 4-5 رمه هست، هر رمه 500 گوسفند هست. خب الهی شکر. اینجا همیشه میته باد که اصلا آدم نگاه داشته همیشه نمیته باد. مشکل نمیخوره ولی شما؟ مشکل خوره چیکار کنه حالا خب اینجا. راست میگفته. از حساب سردی که خوبه باز به سردی خوبه. خوبه به سردی خب زمستون چه کار میکنه؟ زمستون هم دیگه نمیجو که زمستون هم تا باده. زمستون هم باد داره. خونکی ها چه کار میکنه؟ خونکی اینجا دیگه چاپون داره خونکی. چاپون همش ها؟ چاپون. خب با چی استفاده میکنیم؟ ازم میاریم بخری داریم یا؟ ازم میاریم. ازم بخاری ازمیه. شاید بابا زمستون به خونه گیلی بریم. نه زمستون هم تامین زمستون تابستون ببینا شیشته. خوب راحت شدیم نه؟ راحت شد. دیگه کمک نکردم به شما. نه دیگه الله کمک کرد. بسیار تشکر. سلامت باشید. زنده باشید. لذت برده باشیم. دیدیم دیگه صحبت‌های مردم مستفیده و جوانا و نوجوانا. خیر ببینم بازم کسایی که به این مردم کمک کردم یک کلبه غریبی به زینا بساختم سرپنهی بشد. دوستای خوب وقت برنامه به پایان میرسه، ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم. اینجا باد زیاد داره، خیلی بیاد و بی اندازه باده که باور کنیم چی بگم که آدم قل میده. خب خیر از شما خواهشمندیم که کانال زیبایی‌های افغانستان لایک کنیم، شیر کنیم، سابسکرایب کنیم. ما همیشه به خدمت شما هستیم. بازم خیر ببینیم. بسیار تشکر از شما که تا به این لحظه ما را حمایت میکنیم، بیشتر حمایت کنیم. بسیار تشکر. هر جایی که شما بخوایم ما میریم. شما نگاه کنین که بعد از 2 سال آمدیم به دیدن این مردم، سعی کنین که حال احوال این مردم چی رقمه تا چی حده. بخیر باشیم. خدا نگهدار شما تا به فردا شب.